احتمالش چقدر کسب و کار کوچیک شما به یک بیزنس بزرگ و موفق تبدیل بشه؟ هممون هر روز یه عالمه ویدیو با موضوع کسب ثروت میبینیم. کسایی که از ترید پول در میارن یا یه مهارت جدید مثل ادیت یا تولید محتوا رو پیشنهاد میدن یا یه شغل جدید بهتون معرفی میکنن یا حتی ویدیوهای کوتاه از آدمایی که یه مشت دلار دستشونه و توی یه برج بزرگ دارن عشق و حال میکنن. یه روز معمولی بود، ساعت 5 صبح. وقتی داشتم از سر کار برمیگشتم خونه، نگاه به ماه کردم. با خودم فکر کردم این هم پیجای انگیزشی، مالی یا بازاریابی که فقط دارن در مورد پول و موفقیت و این چیزا صحبت میکنن، ولی هیچکس واقعا اینا رو تست نمیکنه. هیچ فرد عملگرایی نیست، همه فقط لب و دهنن انگار. بعد ساعت 5 صبح همونجا یه جرقه توی ذهن من روشن شد. وقتی برگشتم روی مبل نشستم و 2 ساعت همون فکر کردم. تصمیم گرفتم همون موقع پیج خودم رو بسازم و توی یوتیوب بیام و همه آموزش‌هایی که توی شبکه‌های یوتیوب، پیجای اینستاگرام یا بقیه جاها آموزش داده میشه رو تست کنم. وبسایت ها رو توسعه بدم و سعی کنم بازاریابی سنتی رو به بازاریابی مدرن تبدیل کنم. کتابای زرد رو بخونم و اونا رو توی دنیای واقعی ایران آزمایش کنم. اونی که ادعا میکنه تو میتونی توی خونه با 100 میلیون 200 میلیون یه دستگاه بخری و یه کارگاه کوچیک رو اندازی کنی و ماهیانه صدها میلیون سود ببری، اینو واقعا تست کنم ببینم چند درصد اینو واقعیه. کدوم مهارت ها واقعا سود دهن و کدوم ترفندار فقط یه حقه سوشال مدیاست. هرچی بلاگر تو زندگی دیدی بسه. هر اتفاقی ممکنه بیفته. ممکنه سود بده، ممکنه کسب و کار ضرر بده، جهش ناگهانی بکنه یا حتی مجبور باشیم ریبرند کنیم. همه رو جلوی دوربین میارم و ریز به ریز توضیح میدم به همراه همه فاکتورها، فروش ها و اتفاقات جالبی که ممکنه در طی مشاوره های ما بیفته. اگه تو هم یه آنلاین شاپ داری یا یه مغازه کوچیک که به خاطر مشکلات مدیریتی نتونستی خوب ادامه بدی، اینجا یه کامنت بذار و اسم و موضوع کسب و کارتو بنویس. امیدوارم کسب و کارت رونق بگیره. فعلا از تهران شروع میکنیم، اما اگه یک وبسایت داری فرقی نمیکنه از کجای کشور باشی. اما اگر مغازه داری ترجیحاً الان از تهران شروع میکنم. من از پول خودم وام بدون بهره میدم و سود این وام از بازدید یوتیوب در میاد. اما سود اصلی بینش جدیدی که به دست میاریم و اطلاعات ناب مالی که
با هم دیگه بهشون میرسیم. اون هدف اصلی منه. حتی یه خط راستم نمیتونم بکشم. من مثل تو استعداد ندارم باب، همش مزخرف. استعداد علاقه دنبال شده است. به عبارت دیگه هر کاری رو که اراده کنید میتونید انجام بدید. نقاشی هم مستثنا نیست. وقتی که روحیه خوبی ندارین فضای نقاشیتون هم تیره میشه. نقاشی ها منعکس کننده شرایط روحی مونن. گاهی اوقات حتی متوجه این قضیه نمیشیم. میدونید مثل زندگیه، باید هر چند وقت یه بار غم و غصه‌ای داشته باشیم تا قدر روزای خوب و بدونیم. منم منتظر رسیدن روزای خوب. همین الان سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن که خبرهای مهمی تو راهه.